ماشین‌ها قدرت تخیل انسان‌ها رو طوری تسخیر کردن که هیچ کدوم از اختراع‌های دیگه بشر نکرده. اما جدا از تجربه داشتن و روندن یه ماشین، لذت ستایش کردن اثر هنریه که یه ماشین میتونه باشه. این ستایش کردن ماشین‌های خاص و جذاب انگیزه خیلی از کلکسیونرهای ماشین در سراسر دنیاست. ذوق عجیبی راجع به ماشین‌های خاص و کمیاب وجود داره. شاید تعداد کمی ازشون ساخته شده باشه یا باقی مونده باشه یا به خاطر هزینه خیلی بالایی که دارن. امروز می‌خوایم با همدیگه چند تا از خاص‌ترین و جذاب‌ترین ماشین‌های دنیا رو ببینیم. پس با کانال برترین ها همراه باشین، روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کلیک کنین و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنین. شماره 9 بوگاتی شیرون. اگه به ماشین‌های کلاسیک علاقه‌مند باشین، بوگاتی شیرون بهترین گزینه در بین گرانترین ماشین‌های جهانه. این ماشین جانشین قدرتمند و البته گرانتر بوگاتی ویرونه. جالبه بدونین شرکت بوگاتی قدرتمند 4 ماشین در لیست گرانترین ماشین‌های جهان داره. حداکثر سرعت این خودرو 431 کیلومتر بر ساعته. بوگاتی تنها 20 دستگاه از شیرون رو تولید کرده. همچنین گفته میشه یکی از صاحبان بوگاتی شیرون یک ایرانیه، مانی خوشبین، که کلکسیونر ایرانی مقیم آمریکاه. این ماشین دارای طراحی بسیار زیبا و شگفت انگیزیه. با 3 میلیون دلار هزینه از موادی ساخته شده که تعریف واقعی از لوکس بودن رو ارائه میده. در کمال شگفتی، چرم به کار رفته در صندلی‌ها، داشبورد و پنل‌های درب این خودرو متعلق به 16 گاو مختلفه. بوگاتی شیرون 1500 اسب بخار قدرت داره و میتونه در مدت زمان 2.4 ثانیه سرعت خودش رو از 0 تا 97 کیلومتر بر ساعت برسونه. این خودرو از موتور 16 سیلندر با 4 توربوشارژ بهره میبره که برای خنک کردن موتورش به 800 لیتر آب و بیشتر از 60,000 لیتر هوا نیاز داره. شماره 8 فراری پینینفارینو سرگیو. این ماشین گرون قیمت در نمایشگاه اتومبیل ژنو 2013 به نمایش گذاشته شد. تنها 6 دستگاه نمونه این ابرخودرو در جهان وجود داره. این سیاستی بود که شرکت فراری برای محبوب کردن ماشین خودش استفاده کرد. جالبه بدونین که صاحبان این 6 خودرو توسط تولید کنندگان این شرکت انتخاب شدن. از مشخصات فنی پینینفارینو واسهتون بگم: یک موتور 4.5 لیتری V8 که دارای قدرت 562 اسب بخاره و گیربکسش 7 سرعت است. همچنین این موتور به جبه‌دنده 2 کلاچ متصل شده. این خودروی مجلل میتونه در مدت 3.4 ثانیه سرعت خودش رو از 0 به 100 کیلومتر برسونه و حداکثر سرعتی که تجربه کرده 320 کیلومتر بر ساعته. پینینفارینو یکی از گرانترین ماشین‌های جهانه که نمای بیرونیش شبیه عنکبوته. قاب اون از فیبر کربن ساخته شده. این ماشین زیبا تنها 2 تا صندلی داره. این خودرو یکی از گرانترین و مجلل‌ترین خودروهای تولیدی شرکت فراریه که طراحیش بسیار خاص و بدون سقفه. شماره 7 لیکان هایپر اسپورت. این شگفتی عرب توسط خودروساز لبنانی ساخته شده. شرکت W موتورز تونسته خودرویی تولید کنه که جزو گرانترین ماشین‌های جهان باشه. علاقه‌مندان به سینما نخستین بار این اتومبیل رو در قسمت 7 از مجموعه فیلم‌های سریع و آتشین دیدن. لیکان یک ماشین سوپر اسپورت که تنها شرکت مطرح جهان در خاورمیانه است. فقط در صورتی که خود شما یا پدر و مادرتون صاحب چندین چاه نفت باشین میتونین لیکان هایپر اسپورت رو خریداری کرده و اون رو در پارکینگ منزل خودتون قرار بدین. شرکت لبنانی سازنده این خودرو فقط 7 دستگاه از اون رو تولید کرده که پلیس دبی یکی از مشتریان خاص این ماشینه. برای مردم دبی بسیار جذابه که ماشین پلیس کشورشون جزو گرانترین ماشین‌های جهانه. موتور این ماشین 740 اسب بخار قدرت داره و این توانایی رو داره که در کمتر از 2.8 ثانیه از سرعت 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسه. این خودرو قادر بیش از 395 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشه. چراغ‌های این خودرو با روکشی از الماس پوشیده شدن و گفته میشه 420 قطعه الماس با عیار 15 قیراط در ساخت چراغ‌های این ماشین به کار رفته. قسمت شگفت انگیزش اینجاست که این ماشین به درخواست مشتری یاقوت کبود، الماس زرد و یا هر سنگ قیمتی دیگه‌ای رو جایگزین الماس میکنه. جالبتر از اون اینه که چرم‌های استفاده شده در روکش این خودرو با نخی از طلای 24 عیار دوخته شده. این نهایت لاکچری بودن یک ماشینه.
به همین دلیل یکی از گرانترین ماشین‌های جهان به شمار میره. همچنین داشبورد این خودرو دارای صفحه نمایش تعاملی هولوگرافی 3 بعدیه. شماره 6 مرسدس میباخ اکسلرو. داستان این ماشین گرون قیمت از اونجای شروع شد که تولید کننده مشهور تایر آلمانی فولدا تصمیم گرفت که تایرهای غول‌پیکر جدید خودروش رو آزمایش کنه. در سال 2005 بود که شرکت مرسدس بنز ماشین فوق اسپورت خودش رو برای آزمایش تایرهای عظیم تولید کرد. قیمت این ماشین 8 میلیون دلاره. شما میتونین این همه پول رو تصور کنین؟ با تمام شگفتی باید بگم که این مقدار تقریباً برابر درآمد سالیانه یک کشور جزیره‌ای کوچیکه. این خودرو در زمان خودش گرونترین ماشین جهان بود، اما بوگاتی اون رو منفجر کرد. بله، گرونتر از این خودرو هم وجود داره. شماره 5 بوگاتی ویرون منصوری. وقتی صحبت از زیباترین ماشین‌های جهانه، بوگاتی ویرون بلافاصله در ذهن تداعی میشه. حالا ماشین جدید بوگاتی نسخه بدی و محکم از ویرونه. این خودرو توسط آقای کوروش منصوری و همکارانش طراحی و ساخته شده. بله، درست شنیدید. کوروش منصوری هموطن ما یکی از طراحان معروف ماشین در جهانه. ما افتخار می‌کنیم که هموطن ما طراح یکی از گرانترین ماشین‌های جهانه. طبق گزارش‌ها این ماشین متعلق به یکی از تاجرهای آفریقای جنوبی به نام زینید موتیه. همچنین نسخه دیگه در اختیار سناتور دینوه. مشخصات فنی این ماشین اینها هستند: موتور 8 لیتری W16 4 توربو که میتونه 1200 اسب بخار و 1106 پوند گشتاور تولید کنه. نسخه اصلی این ماشین میتونه سرعتی تا 410 کیلومتر در ساعت داشته باشه. همچنین در مدت 2.7 ثانیه سرعتش از 0 به 100 کیلومتر در ساعت میرسه. این خودرو نه تنها به عنوان یکی از سریعترین ماشین‌های دنیا، بلکه یکی از گرانترین ماشین‌های جهان به شمار میره. بدن این خودرو از فیبر کربونه. همچنین کابین بسیار جذابش چشم‌ها رو خیره میکنه. شماره 4 بوگاتی چنتو دیچی. چنتو دیچی در زبان ایتالیایی به معنای 110. این ماشین برای ادای احترام به ماشین EB110 تولید شده. EB110 خودرویی که در سال 1998 برند بوگاتی را از ورشکستگی نجات داد. این خودرو مثل بقیه گرانترین ماشین‌های جهان به تعداد محدودی تولید میشه. بوگاتی تصمیم داره 10 دستگاه از این مدل رو تولید کنه که همه اونها از قبل سفارش داده شدن و طبق گزارش‌های این شرکت در اوایل سال 2021 به مشتریان لاکچری بوگاتی تحویل داده میشن. موتورش 1600 اسب بخار قدرت داره و از پیشرانه 4 توربو 16 سیلندر بهره میبره. بالاترین سرعتش 380 کیلومتر بر ساعت و تنها به 2/4 ثانیه زمان نیاز داره تا سرعت خودش رو از 0 به 100 کیلومتر بر ساعت افزایش بده. شماره 3 کونیگزگ. یکی از شاهکارهای خودروهای سوئدی، کونیگزگ CCXR تروئیتا. این خودرو یکی از گرانترین ماشین‌های جهانه که میشه اون رو به طور قانونی در جاده‌ها به حرکت درآورد. بدنه این خودرو تماماً از الیاف کربن الماسی تولید شده. در ساخت بدنه این خودرو پودر الماس رو داخل فیبرهای کربن اشباع کردن. درخشش قطعات ریز الماس در زیر نور خورشید زیبایی اون رو دوچندان میکنه. قیمت این خودرو 4.8 میلیون دلاره. بله، درست خوندید. حتی تصورش رو هم نمیتونین بکنیم. ابتدا این شرکت تصمیم داشت تنها 3 دستگاه تولید کنه که برای انحصاری بودنش کافی بود، اما گویا تا حالا تونستن تنها 2 واحد از این خودرو رو تولید کنن. چرا که تولید فیبر کربن حاوی الماس خیلی دشوار و زمان بره. یکی از صاحبان خوششانس این ماشین بوکسور افسانه‌ای فلوید میودره. در قلب این ماشین یه موتور آلومینیومی V8 جفت توربو قرار داره. قدرت این موتور حدود 1000 اسب بخاره و نیروی گشتاورش معادل 797 پونده. در حین رانندگی با این ماشین گرون قیمت با شنیدن صدای قلب تپندش یقینا لبخند روی لب‌هاتون میشینه. زمانی که پای خودتون رو روی پدال گاز قرار میدین تنها 2.9 ثانیه طول میکشه تا سرعت این ماشین به 100 کیلومتر بر ساعت برسه. حد اکثر سرعتی که با این خودرو میتونین تجربه کنید 410 کیلومتر بر ساعته. شماره 2 مکلارن P1.
این موجود آهنین نه تنها یک ماشین رویایی و جذابه، بلکه یکی از ماشین‌هایی که به ندرت در طول عمرتون ممکنه اون رو به چشم ببینین. این خودرو یه خودرو افسانه‌ایه که کابینی مثل کابین هواپیما داره. در واقع نسبت به نمونه قبلی خودش 60 کیلوگرم سبکتره. به همین دلیل تونسته یکی از گرونترین ماشین‌های جهان بشه. تا حالا فقط 5 دستگاه از این سوپر اسپورت پلاگین هیبریدی تولید شده. مکلارن P1 از یک موتور تخت 8 سیلندر با توربوی دوقلو که توسط تیونر مشهور RUF آماده شده بهره میبره. این پیشرانه قدرت 750 اسب بخار و گشتاور 1000 نیوتن متر داره. همونطور که انتظار دارین، شتاب 0 تا 102.8 ثانیه‌ای و حداکثر سرعت 395 کیلومتر بر ساعت رو برای مشتریان خاص خودش به ارمغان آورده. از شگفتی‌های دیگه این خودرو استفاده از روکش طلا برای موتور ماشین جهت دفع بهتر گرما و سبکتر شدن سیستم اگزوزه و همین ویژگی‌هاش سبب شده که جزو گرونترین ماشین‌های جهان بشه. شماره 1 بوگاتی لاویتور نوآ. آماده این بریم سراغ گرونترین خودرو دنیا؟ گرونترین ماشین جهان با طراحی فوق‌العاده به بازار عرضه شده. این نسخه لاویتور نوآ نام داره و با طراحی بدنی جدید نظر بسیاری از علاقه‌مندان دنیای خودرو رو جلب و در این حال عنوان گرونترین خودرو 0 کیلومتر تاریخ رو از آن خودش کرده. لاویتور نوآ که به معنی ماشین سیاهه، رسمی ترین و گرونترین اتومبیل در سراسر جهان به شمار میاد. این کوپه لوکس آخرین سوپر اتومبیل از شرکت بوگاتیه. شرکت خودروسازی بوگاتی به مناسبت 110مین سالگرد خودش از این خودرو زیبا رونمایی کرد. در واقع تولید این ماشین برای ادای احترام به آتلانتیک SC57 که اتومبیل شخصی بوگاتی بوده و در جنگ جهانی دوم نابود شده. تک تک اجزای این ماشین لوکس با دست ساخته شدن. همچنین بدنش از فیبر کربن کاملا دست سازه. این پیشرانه با موتور 4 توربو 8 لیتری 16 سیلندر عرضه میشه که میتونه 1500 اسب بخار نیرو تولید کنه. همچنین میتونه سرعت 400 کیلومتر بر ساعت رو برای شما به ارمغان بیاره. همچنین در کمال شگفتی قادر در مدت 2.4 ثانیه سرعت خودش رو از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسونه. نوار LED قرمز رنگ در پشت ماشین زیباییش رو 2 چندان کرده. همچنین در زیر این نوار قرمز رنگ کلمه بوگاتی میدرخشه. جالبه که بدونین ما فقط میتونیم بیرون این ماشین رو تماشا کنیم، چرا که به طرز عجیبی در نمایشگاه ژنو بوگاتی فضای داخلی این خودرو رو نشون نداد. هیچ گونه عکسی از فضای داخلی این خودرو در دست نیست. خب به نظر شما کدوم یکی از این ماشین ها خفن‌تر و جذاب‌تر بودن؟ آرزوتونه کدومشون رو یه روز برونین؟ لطفاً نظرتون رو واسمون کامنت کنین و یادتون نره که رو لایک بکوبین و با سابسکرایب از ما حمایت کنین. ممنونم از وقتی که گذاشتین و بهترین ها رو واسهتون آرزو دارم.